مردم عزیز و شریف سلام. یک فیلسوف مشهور روسیه که شما حتما میشناسین به نام الکساندر دوگین، فیلسوف ملیگرام است. از تاجیکا خواسته که مسیحی ارتدوکس شوند و شعرهای روسی را بخوانند و بعدا بیان بجنگن بر روسیه و زندگی کنند. یک یک خبر جالبی بودی از نظر من. در این برنامه از شکست اوکراین، انعکاس شکست اوکراین در کنگره امریکا میگیم، چند مطلبه و تشدید نبرد مخفی بین سپاه قدس ایران با امریکا در سوریه را یک نگاه میکنیم. الکساندر دوگین و مهاجران تاجیک، البته یک چند میلیون تاجیک در مسکو کار میکنند اینجا در بازارهای، در نهادهای تولیدی روسیه. و مهاجرای تاجیک توصیه کرده که زبان روسی رو یاد بگیرن. خود زبان روسی رو خود بدون از او یاد دارن. به مسیحیت ارتدوکس بگروند تا بتونن یک زندگی درخور و شایسته در کشور روسیه داشته باشند. معلوم نیست که الکساندر دوگین چه به سرش زده. من فکر میکنم که بعد از مرگ دخترش، خب یکی از فیلسوفای ملیگرای نزدیک به پوتین است. بعد از مرگ دخترش یک قسم حواسش مختل معلوم میشه. این درخواست از یک فیلسوف هم تو درخواست میکنه. گیریم که از تاجیکان نمیکرد، از دیگه کسان میکرد، مثلا از افریقایا یا از گرجستانیا یا از کشورهای دیگه مسلمان. در کانال تلگرام خود نوشته که برای تاجیکا، این مردم زیبای ایرانی کهن، یک سناریو وجود داره که همه زبان روسی را فرا بگیرن، اشعار بلوک و کلیویف را از بر بخوانن. حال دیگه نکراسوف و لرمانتوف مانده، حال دیگه چهرهای نو معرفی میکنن. مسیحیت ارتدوکس بپذیرن، فرزندای خود را غسل تعمید بدن به شیوه مسیحیت، زناشویی کنن، روزه بگیرن و در عملیات نظامی ویژه که حال جنگ است در دفاع از روسیه شرکت کنن. یعنی این که من خواهدم که الکساندر دوگین یکی خب یکی فکرش چی میگذاره که اشتیا نداره. یک فیلسوف، یک کسی که کتاب ها نوشته، آدم مشهور است، این رقم یک توصیه بسیار سطحی، یعنی چی میتونه در پشت از این گپ باشه؟ باز با تاجیکان میگه که با ادای دین در برابر روسیه بزرگ، وقتی که از جبهه آمدین به شیوه شهروندان عادی با زندگی بکنین، کار شایسته و درست همی از دیگه کدام رایی نیست. جالب. خب این آدم میگه که امی فکر اشغال کریمه و الحاقش بر روسیه یک مسئله بود که حیاتی بود، و یکی امی فکر اشغال کریمه، امی طراح اصلیش میگن که دوگین بوده. و این آدم جنگ با اوکراین از امی پیش از این هم گریز ناپذیر میدانست. میگم جنگ حتمی میشه کرد از اینا. و پوتین بسیار تشویق کرده بود که در دونباس مداخله بکن. چرا؟ این دوگین گفته بود که فقط اینمی کیف میتونه که جلو رستاخیز روسیه را بگیره. ایره بگیرین، خاموش کنین که شما را خراب میکنه. ایطور. واشنگتن پست به نقل از اطلاعات امریکا در شماره دیروز خود گزارش کرد که اوکراین مکمل در حملات خود در حالت ناکامی است. البته نمی ضد حمله که اینا میکنن، میلیاردها دلار جاری کردن، خو دادن، ای ناکام شده. حالا نوشته میکنن که اختصاص میلیاردها دلار برای کار یک کار بی‌معنی بود. یعنی سوال است در محافل امریکایی: چرا یک ضد حمله که ده ها میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی غربی را همینطور خرد کرد، حالا هیچ به هدف خود نمیرسه؟ این اولین بار است که به هدف نمیرسن. یک رقم وضعیت است. مثلا دروازه که باز میشد در لیبیا، در افغانستان، در عراق، در سوریه، بسیار همینطور درخشان نتیجه میداد. اینجا نداد. و یادم باشه که در ونزویلا هم امی آزمایش کردن، نتیجه نداد. بیخی گوش امریکا.
در اونجا هم امو کشورهای مانع شدن مداخله کردن که در اوکراین هم می جنگن: ایران، چین، روسیه. ونزوئلا را، اگر نه ونزوئلا وقت بلیده شده بود. حالا مقامات امریکایی میگن که پنتاگون بارها به اوکراینیا در جریان ضد حمله توصیه کرده بود که شما همین نیروهای محوری و مرکزی را در یک نقطه متمرکز برای انجام یک تعرض مستقر بکنید، یعنی پراگنده عمل نکنید. اما اوکراین میگه استراتژی متفاوتی را انتخاب کرد. کاری که خودشان میخواستن هم کار کردن، بنابراین چیز نتیجه دندان بگیری به دست نیامده. حتی تصرف ناحیه ملیتوپل به عنوان دروازه جزیره کریمه محقق نشد. حتی شهر توکمان هم زیر سوال است که از دست نره. خب حال زمستان است، جنگ چطور میشه؟ پیش روز دیگه. در زمستان همه چیز خب از تأمین گرمایش، غذا و مهمات بسیار دشواری پیش میه در او اقلیم او منطقه. واشنگتن پست میگه که روسا میتونن در این عملیات نظامی در زمستان هم بجنگن چون مجهز هستن و روسا عادت دارن که در هوای سرد راحت میجنگن. بنان چطور میشه؟ حال تشویش زمستان ورداشتشان. پیش بینی های اطلاعاتی که در جلسات غیر علنی در کنگره امریکا ارائه شده، حال نسبت به این مسئله که چی باید شود چطور میشه، موجی از شک و تردیدها را ایجاد کرده. این شک و تردیدها وقت زیاد شد که حال بایدن دیگه پول خواسته. 20 میلیارد، یعنی 20.6 میلیارد دیگه درخواست کرده که ما باید به اوکراین بدیم تا او چرخه جنگ بچرخه. اینجا یک اختلافات است در کنگره که معلوم نیست اختلافات به کجا خواهد کشید. بخش از کنگره میگه که تا به این حد، تا حالی که شما پول به اصطلاح زرق کردن و خزانه را خالی کردن، اقتصاد به اصطلاح یک سیستم ملیتاریستی به زور پول به وجود آوردین، همین دستاوردتان شما بگوین، باز ما بعد از این درباره‌اش صحبت میکنیم. جالب است نه؟ از یک طرف در محور سوریه هم گپ خراب است. یک رقم گزارش شده که قوای امریکا ممکن است از عراق و سوریه خارج شود. این یقینی نیست، تایید نشده رسما. این میتونه جنبه، اگر چنین کاری شود، میتونه جنبه انتخاباتی داشته باشد. به خاطر از اینکه امریکایی‌ها وقتی کسی رای میتن، یک سوال میکنه، میگه شما چرا در سوریه میجنگین، امریکایی‌ها را در خطر قرار دادین؟ کسی که در انتخابات خود دوباره کاندید کرد باید یک حرفی داشته باشه. اما اصل ماجرا روشن نیست. خب ما از تحرکات امریکا، تحرکات مثلا بستن سرحدات عراق و سوریه هم گزارش های دادیم از این طرف و طرف. و آیا شما فکر میکنید که امریکا برای ایران یک اشاره داده که ما خارج میشیم از عراق و سوریه؟ دو جای تظاهرات که شده گسترده علیه سفارت امریکا در عراق ما شاهد بودیم. این تظاهرات هم مردم عراق است و هم در او ایران دست داره. باز بعد از اون ما دیدیم که امریکا 3000 سرباز دیگر را در خاور میانه مستقر کرد. مبادله زندانیا را با ایران انجام داد. این خودش یعنی آب شدن یخ رابطه بین دو طرف نشان میده. پولای ایران آزاد شد، 6 میلیارد دلار. فرمانده سپاه قدس اسماعیل قانی حملات بمبای دستساز به نیروهای امریکایی در عراق متوقف کرد. اینو نشانه از یک تفاهم کوتاه مدت بر سر چی میده. سپاه پاسداران در حضور خامنه ای، مگر چیزهای متناقض در جریان است، در حضور خامنه ای گفتن که ما مصمم به اخراج نیروهای امریکایی از منطقه هستیم. و می ترتیب تشدید نبرد سپاه قدس با امریکا در سوریه همچنان سر جایش است. یک رقم
یک حالت غیر عادی دوباره خود نشان میده. مثلا فرهاد شامی از نیروهای دموکراتیک سوریه که مجمعی از احزاب قومی هستند در سوریه گفتن که ما در هیچ عملیاتی که بر ضد ایران باشه ما شرکت نمی کنیم. نیروهای دموکراتیک سوریه میگه قانی از حمله نیروهای مقاومت در اونجا به نیروهای امریکایی در منطقه جلوگیری کرد. در عراق هم جلوگیری کرده بود، حالا در اینجا هم جلوگیری کرده که به نیروهای امریکایی حمله نشه. تا هم رسانی دیگه. خب این نیروهای دموکراتیک سوریه یک ائتلافی از شبه نظامی های قومی و گروه های شورشی در شمال و شرق سوریه است. خب این کدام نیرو است؟ یا کی حمایت میکنه؟ تا حال این به وسیله نیروهای امریکا حمایت میشدن. حالا امین نیرو میگه که ما علیه ایران چی نمیکنیم؟ عملیات نمیکنیم. و این طرف هم اسماعیل قانی عملیات علیه نیروهای امریکایی را در عراق و سوریه متوقف کرده. خب چیزی باید حاصل شود و ما شما میبینیم که ایران در یک نظارت عجیب و غریب قرار داره. مثلا تحرکاتی که در آذربایجان است، در باکو است، یعنی داره تبدیل میشه به زرادخانه نظامی اسرائیل. تازه حرفای شنید مطرح شده رسانه در شبکه که تصویر ماهواره‌ای از یک پایگاه نظامی باکو شامل چندین پهپاد اسرائیلی را نشان میده. یعنی یک نوع پهپاد هرمس 450 مدلش، سه پهپاد هرمس 900 یعنی مدل دیگهش. این پایگاه در منطقه یولاک در 265 کیلومتری غرب شهر باکو قرار دارد. یعنی اهمیتش چی است؟ یعنی اهمیتش از نظر ریسک و خطر که اینمی پایگاه تا مرز ایرانه، که تا مرز ایران در پارساباد فاصلهش کمتر از 200 کیلومتر است. ما شما میدونیم که پیمایش 200 کیلومتر پیش پهپادهای پیشرفته هیچ است، خیلی عادی است. این مواردی بود که تازه در منطقه ما یک تصویر نوی را میبینیم. بغیر از کشور ما شما کنید تا در غرب موتور مانده حاله تا امرسانی که ایران در اینجا هم در افغانستان هم سرگرم بندوبستا و نقشه کشی های بازدارنده است. وزارت خارجه هند در اجلاس گروه 20 یعنی 20 کشور صنعتی که در 9 سپتامبر در دهلی برگزار میشه از زلنسکی دعوت نکرده. جایشنکر گفته که از زلنسکی چرا دعوت کنیم؟ چرا سر از اینا فشار میارن که زلنسکی هم باید باشه؟ میگه گروه 20 مشکل انرژی، کودا، تامین مواد غذایی را بحث میکنه. این جی 20 است، یعنی 20 کشور صنعتی است، نه شورای امنیت سازمان ملل. جی 20 با مسائل امنیتی جهانی سر و کار نداره. جالب است. خب برحال جایشنکر یکی گپا رو میزنه به این بهانه یک نفرت خاصی از سازمان ملل متحد داره. این وزیر خارجه هند بسیار متنفر است از سازمان ملل. سازمان ملل علنی یک سازمان بیهوده و بیکاره میدانه و میگه که ما شورای امنیت سازمان ملل نیستیم. ما درباره مشکلات بحث میکنیم، نه ای که مثلا عمر مشکلات را تمدید کنیم. این تو یک رقم چیزایی. یادم یک کتاب بسیار مهمی نوشته درباره غرب که به نظر میرسه از انتشارش به حد جدی و چالش برانگیز است که از انتشارش جلوگیری شده. چیز دیگه که جالب به نظر من خورد است که ژاپن واردات غلات از روسیه را میفهمین چقدر زیاد کرده. ژاپنی که اینا کلش جنگ علیه روسیه شریک هستن. 5680%. وای این ژاپن خیلی نان به خوردن نداره، بعد از این معلوم میشه. 5680%. یعنی تا ماه جولای تیر شد افزایش داده. یعنی اشتباهی تایپی نیست، آمار رسمی است.
این داده ها از آمار تجارت منتشر شده توسط وزارت دارایی ژاپن است. چیز جالب دیگه چیز که میگن ما تحریمات است که علیه روسیه و از این قبیل گپا. خب چرا روسیه خود اینا رو تحریم نمیکنه؟ میبینید چرا غلات روسیه رو کاملا میبلعه، بسته انحصار کرده. صادرات موتر ژاپنی به روسیه 84% رشد کرده. شما فکر میکنید که والا یا میگن تحریما؟ کدام تحریما؟ مثل تحریما طالبا واره کل دنیا رو میگردن، هر چیزی که از دستشان می انجام میدن والا میگه تحریم ملل متحد است. عالیه می رقم 84% صادرات موتر ژاپن به روسیه رشد کرده. حال فقط منتها صادرات پرزجاتش 44% کاهش یافته که هم هیچ چیز نیست. وقتی که یک تعامل شد 100% بالا میره. به این صورت صادرات تجهیزات پزشکی به روسیه از ژاپن 1123% زیاد شده. این دیگه بیا پورا کنیم. به این مناست که آلمان بازار فروش موتر در روسیه از دست داد. BMW، اودی، بنز، اینا بازار خود در روسیه از دست داد. جایش چی کرد؟ ژاپن گرفت. این یکی از فواید تحریم روسیه به وسیله آلمان است. بر اولین بار در فنلند یک مسئله بالا شده. بعد از اینکه عضو ناتو شد، مردم فهمیده که تا اول خود گرم بودن، حال متوجه شدن که او چی حال هستی؟ عضو ناتو شما در کشتن میدی. در پشت دروازه روسیه ما قرار داریم. یک دفعه جنگ کلان شود شما چی میکنید؟ یک سیاستمدار و روزنامه‌نگار فنلندی است به نام انتیرو ایرولا. یکی سر و صدا رو انداخته، میگه ما پیوستن ما به ناتو بسیار اشتباهی کلان بود. روسیه که ما چی کار داشت؟ شما چرا این کار کردین؟ حال افکار عمومی فنلند درباره نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین فکر میکنن، اما بحثش نیست. یادم میگه که یک باور غیر قابل توجیه وجود داره که به مردم ما میگن که اوکراین پیروز میشه، شما بیغم باشین. و مردم اینطور میگن. میتونه تا مرزای اصلی خود که در سال 1991 به دست آورده بعد از فروپاشی شوروی، پس همون چیزها را دوباره استرداد کنه. میگه اینی گپ کاملا غلط است که به مردم میگن. هیچ یک رقم. خب برحال میگه من چرا میگم که غلط است؟ شما مردم فکرش به یک طرف میبرین، اما امی حال مذاکرات سری بین امریکا و روسیه در جریان است که بین خود کدام توافق یا کدام بندوبست میکنن و ما شما را در چه حالت انداختن سر کار گذاشتن. این تغییراتی است که در جامعه اروپایی نسبت به جنگ حالا کم کم رخ میده. خب در کشورهای ما شما چیزایی ارزش نداره، در کشورهای اروپایی بسیار تعیین کننده است. یک نظریه دریاسالار امریکایی توجه مرا جلب کرد به نام جیمز استوریدیس. این آدم دریاسال این به خاطر خدمت شما میگم که یک دریاسالار امریکایی ببینید چی میگه، یعنی سواد نظامی و سواد استراتژیک شه. از او خاطر این میره در پایان برنامه برای شما بیان میکنم. این میگه که حمایت اعضای ناتو در مرز دریای سیاه، این کشورهایی که به دریای سیاه رابطه دارن، مثلا متصل هستن، رومانیا و بلغاریا، اینمیا ناوگان دریایی، یعنی دو کشور با ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه کاملا برابر و همتراز است. یعنی خلاصه مطلبی است که میگه رومانیا و بلغاریا قدرت دریاییشان به اندازه روسیه است. این دریا سالار میگه، دریا سالار امریکایی. مردم شما چی فکر میکنید؟ این چیزا در جنگ جاری بیخی یک رقم مغزای مردم کرک کرده که دریا سالار اینطور میگه، در حالی که ما شما میفهمیم که دریا سالار
هم اشتباه میکنه، هم کم اطلاعی خود نشان میده و حرفی که میزنه صرفا برد تبلیغاتی و سیاسی داره. دریا سالار امریکا که تفاوت بین ناوگان دریای روسیه و رومانیا و بلغاریا را نمیفهمه، این حال شما عاقبت جنگ اوکراین براحتی میتونید حدس بزنید. و السلام تا مباحث بعدی.